عزیز این ایدریسیون در ایرپورت ژوکووسکی هستیم. باور که به حد время دیر کردگیم اومدگیم. انا چینام داره. خیلی میدونم بسیاری خیلی خودم میفهمید نه چیده. ایدریس جان چی گفتن این برادر دا؟ برای دستگیریشون. جای باشم بچه‌ها سلامت باشم دوام. شکر شما. گرنش. سلام علیکم برادرای عزیز، یک بار دیگه سلام میخوام به کل مردم مسلمان میرسونم. ایرپورت ژوکووسکی هستیم. ایدریسی که برادر دیده بودین، برادر جان خیلی ویدیو اول دیدین که ایدریس خیلی ویدیو کردیم، همراه یلی اسپیت کردیم، انا چینام دورا گذراندیم، چه خیلی شکر خدا گذراندیمش. رفت برادر مونه، انا چینام داره در حقش دعا کنین، در حق مادرش هم دعا کنین که خداوند ساق سلام خیلی با برادرش هم نکای دلیر ده هزار رحمتی کلون، انا اکای فخردین ده هزار رحمتی کلون که انا دستگیری کردن. بعد به همه برادرایی که می پادپیشگویی که در یوتیوب تماشا میکنین به همتون گفته یک هزار رحمتی کلون که دستگیری میکنین. مقصد این اکر رویش کردیم، شکر خدا با یک عذاب راستی شو دیگه ساعت نمیدونم چند بود، برای خیلی گفتیم خواب که دام بگی به فرای در راه سه روز بود، در سه روز در وокزال خوب بودم. راستی برادرها چیش کردم مال سرش خیلی میمونم شو هم خیلی سومی بلیچ سوم جام کردیم با گفتیم برو دوش گفتیم ساشا پاس کرد گفتیم چی وقتی برادرها بعد او آدمایی که چی کردن شد صورت نگاه میگه که بچه او بچه نیست که هیچ کناش نقطهش. اور ان شاء الله با ایرپورت دوشنبه اکای دلیر میگیرشه تو خونهشون ان شاء الله میبرشه. انا چی گفتن برادر عزیز، هزار رحمت کلام برای هر یک دستگیریتون، برای هر یک چیتون کسایی در بلیت در کره این بلیتو ما ایمینو شاو برای چی بلیت خدمت مقصد ای کسی خدمت نایسته میشه هست آدمی پسته که با گاب میزنه که یا برای سوم کار کنی خود، چون ایمینو در افیر ای کسی که فخردین گرفتیم که همین آدمای پست با همین فکر پستشون نکنن. برای هم خداوند همتون هدایت کنه، آدمایی که همین فکری بد دارین، فکری حرام دارین، خداوند همه وقت هدایتون کنه، ما هم هدایت کنه. خداوند همیشه فکرای بزرگ میکنین او مرده که بیان یا با قطمه جدا بشینین یا با بفهمه بعد میبینین که ما چخیل مرده که در حیات. برای هم چیزی که در اکران میبینین، چیزی که میبینین خیلی چی نکنین برادرای عزیز. خداوند همیشه نگهبانتون در جای باشه نباشه. نمره که در پول نمیمونن نمره او یک کسی خدمونای برادرای عزیز، مثلا این رکلام نیست برادر، این او یک کسی خدمونای میتونین که زنگ بزنین ایرپورت ژوکووسکی. باور که ایرپورتی است که سگ صاحب نداره اینجا، یگون بلیسه یگم چی نیست اینجا. برای خشیر بچه‌ها کسایی دیگه که دکمه ندارن یگم چی، یا می یک ایدریس یگم چی نداشت. ما گفتم میگراسیون کوی کدوم شهر دیگه، ما گفتم یگم چی نشونات بگو همش واگن زندگی میکردم سوخت واگن کم مجبور زگران خولش خاطی گذرانه بردیم شه. برای خشیر بچه‌ها دستگیری فراموش نمیکنین، ویدیو رو پدلیت سام میکنین. ان شاء الله دست ما اومدگی خدمت میکنیم در مردم مسلمان تاجیک خدمت. ان شاء الله برادرها ما میگم کسایی در بلیت در کره همین نمره در زنگ بزنین یا که خوبیش در واتساپ بنویسید که مثلا مسکو دوشنبه فلان چیزلا، دوشنبه مسکو فلان چیزلا، دوشنبه پیت، دوشنبه سمر، دوشنبه نواسیبیت، خلاصه لوبای جو هم به همون چیز هم اوجا با اوجا بنویسید چیزلا تا بنویسید در واتساپ ما روی که ان شاء الله نرخ نوا روی نکنیم که نرخ نوا محفوظ باشه. تمام برادر عزیز الله مهربان همتون نگهبان باشه. خیر بچه‌ها به حد برخ نک کامera میکشیم، همیشه دوگو باشه. سلام علیکم، خدا یار و مددگارتون. عزیز بعد از چیزگاری میکنین 10 کیلو باگاژ سومکه که روشنایی دارین باید انامیده بدرویه، انامیده باید بدرویه. همین شما شروع اهمیت نکی بسیار دما 10 کیلو را میگیرن. انا چینم دوره انا میگه که میرم در ایرپورت نموندن ولی شما خیلی بلیط شما تو دستوده این میره اهمیت نمیتن برای این میگه برادرو انامیده باید 10 کیلو روشنایی تو انامیده باید بدرویه. خش رو اهمیت شده نمیدونم میکنم مینا جنایستگی نه 10 کیلو چند سانتی متر چی هم ماشینه برادرای عزیز. ای اورالسکی اویلینی